درود و وقت بخیر فراوان. خیلی خیلی خوش اومدین به بهترین و متفاوت ترین پادکست. چرا این پادکست متفاوته؟ همین اول کار میرم تو اصل مطلب. چرا این پادکست متفاوته؟ من دارم ادعایی میکنم که این پادکستی که شما در حال گوش دادن به اولین قسمتش هستید متفاوته با همه پادکست های دیگه که وجود داره و برای اون دلیلی دارم که دلیلش رو براتون همین الان توضیح خواهم داد. و یکی از بحث‌های اصلیمون هم هست، یعنی در طول کل پادکست و قسمت‌های آینده منظورمه که این بحث خیلی روش مانور داده میشه. بحث ظرفیت ذهن و تمرکز ما که محدوده. دنیای رسانه‌ای امروز بر مبنای دزدیدن تمرکز شما خلق شده. خیلی ساده است. همین الان برید وارد یوتیوب شید و بدون اینکه چیزی سرچ بزنید توی همون صفحه هم برای شما کلی ویدیو آورده با تامنیل های خیلی جذاب، تیترهای خیلی جذاب، عکسای خیلی جذاب، رنگای جذب کننده، فقط برای اینکه شما جذب این عکس‌ها بشید روی این ویدیوها کلیک بکنید و 20 دقیقه 30 دقیقه یه ویدیو رو تماشا بکنید. حالا بر فرض که ویدیوهای دیگه که پشت سر اون به شما پیشنهاد میده رو نبینید. خب این کجاش بده؟ آقا 20 دقیقه مثلا تو طول روز ویدیو ببینیم. اونجایی بده که شما بارها، مطمئنم برای همتون پیش اومده، برای خود من بارها پیش اومده، برای یه کاری رفتین یوتیوب، رفتید توی یوتیوب که یه چیزی رو سرچ کنید، در موردش اطلاعات جمع کنید، یه چیز مهم مربوط به کارتون، مربوط به بیزنستون. وقتی که وارد اون صفحه اصلی شدید، قبل اینکه سرچ بزنید چشتون خورده یه ویدیو رفتید اون دیدید. خب 20 دقیقتون رفت. چه اتفاقی افتاد؟ 20 دقیقه مغز شما پروسس کرد اون ویدیویی که دیدید رو. 20 دقیقه از عمر تمرکزی مغز شما کم شد. مغز شما اون 20 دقیقه رو به عنوان استراحت نمیبینه. مغز شما داره پروسس میکنه. هر چیزی که میبینه رو داره پردازش میکنه. استراحتی تو کارش نیست. نمیگه خب پس حالا که فعلا این آقا نرفته دنبال چیزی که میخواسته، ما یه چرتی بزنیم. اون داره ویدیو رو پروسس میکنه و پروسسش یک چیزی تو مایه های همون کاریه که باید میکردین. فرض کنید شما 20 دقیقه میان یه ویدیوی طنز میبینین یا 20 دقیقه میان یه ویدیوی آموزشی میبینین. این پروسس مغز برای این دوتا نمیگم یکسانه ولی خیلی نزدیکه. درسته حالا توی اون آموزشی مغز شما دیگه در پیشرانه ترین حالت خودشه، ولی بازم مغز چون توی حالت اولیه است و متوجه نمیشه که الان اینا اطلاعات بیهوده است، بازم اون ویدیو رو داره پروسس میکنه، استراحتی نمیکنه. حالا موضوع چیه؟ این مثال یوتیوب بود. شما اینستاگرام هم که همینه. روند تکامل اینستاگرام اینو به ما میگه. اینستاگرام یه زمانی فقط توش عکس گذاشته میشد، هیچ چیز دیگه ای نداشت. اون زمانی رو دارم میگم که توش از رنگای آبی و سفید استفاده میکرد. بعد به مرور زمان دایرکت رو اضافه کرد که میتونستید چت بکنید با دوستانتون. به مرور زمان پیج های خیلی بیشتری توش فعال شدن، استوری بهش اضافه شد، ریل که الان که بهش اضافه شده دیگه شده پکیج کامل. شما ساعت ها میتونید توی اینستاگرام بچرخید بدون اینکه شاید یه ویدیوی شبیه به ویدیوی قبلا تو اون روز دیده باشین ببینید. تو یوتیوب هم به همین صورته. حالا دسترسی برای ایرانی‌ها به یوتیوب یه مقداری شاید کمتره یا کمتر نسبت به اینستاگرام ملت توش میرن، ولی خب کلا تمام این نرم افزارها بر همین بیس طراحی شدن. پینترست رو خیلی ها میشناسید. اونایی که نمیشناسید خیلی عقبید از دنیا. پینترست یه سری عکسایی داره که نصفه است. یعنی شما زمانی که وارد پینترست میشید، خب عکسای اولیه که کامله، یعنی از بالا تا پایین
اون پایین هرچی تو همون صفحه اول وقتی به پایین نگاه میکنید مثلا میبینید که یکی دو تا عکس نصفشون هست، نصفشون شما انگار باید بزنید پایین تر که کامل ببینید. همین قضیه که نصف یک عکس نیست خودشون گفتن اصلا این دیزاین ماست که یک عکسی نصفش فقط بیفته که مخاطب درگیر این قضیه بشه و ناخودآگاه اسکرول کنه همینجوری بره پایین که اون عکس رو کامل ببینه. هی هر چقدر خب بری پایین‌تر باز یه عکسی پیدا میشه که نصفه باشه یا یه سوم یا دو چهارم یا دو سومش تو صفحه گوشیتون باشه. باز دوباره هی میریم پایین‌تر که اون عکس رو کامل ببینی و این چرخه ادامه داره تو یه بازه زمانی یهو نیم ساعته. بعد بدترین قسمت قضیه میدونید چیه؟ بدترین قسمت قضیه اینه زمانی که شما دارید توی اکسپلورتون میچرخید، دارید توی پینترست میچرخید، زمانی که دارید همینجوری پشت سر هم ویدیوهای یوتیوب میبینید یا تو تلگرام از این کانال به اون کانال میرید، اگه ازتون بپرسن تو 20 دقیقه اخیر چه چیزایی خوندید، چه ویدیوهایی دیدید، اصلا بگن 3 تا ریل آخری که دیدی چی بوده نمیتونید بگید، یادتون میره. دیتای بیهوده وارد مغز میکنید، مغز رو وادار به پروسسش میکنید، از اون ورم یادتون میره، دست خودتون هم نیست. اینه که میگم این پادکست متفاوته ها. این پادکست الان جلوتر حالا میگم پادکست ها هم از این قاعده مستثنا نیستن دوستان، متاسفانه یا خوشبختانه. اون عزیزانی که پادکست زیاد گوش میدن و احساس میکنن خیلی آدمای فرهیخته این و دیگه ته فرهیخته بودن و همه چی هن، مثلا تو ترافیک گوش میدن، تو مترو گوش میدن پادکست ها هم یک رسانه هستن و طبیعتاً سیاست خودشونو دارن. شما زمانی که یه پادکست گوش میدی دوست داری قسمت بعدی هم گوش بدی. مثلا یه پادکست رو گوش میدی که موضوع این پادکست در مورد چیزای جالبیه، در مورد چیزای باحال حرف میزنه، دوست داری هی اپیزود ببینی. من خودم همین بودم. من یک زمانی به یک پادکستی معتاد شده بودم، 2 نفر بودن که این 2 نفر خیلی آدمای با سوادی بودن و کار ندارم، کلا رسانه اینجوری آدما رو بار آورده که این 2 نفر در مورد اطلاعات خیلی جالبی صحبت میکردن که در بیسشون کتاب‌های انگلیسی بود، چون اینا تو آمریکا زندگی میکردن و از جدیدترین کتاب‌ها استفاده میکردن، کتابایی که اگه قرار بود مثلا من بخونم شاید الان من 5 سال 6 سال پیش این پادکست رو گوش میدادم، الان هم هنوز ترجمه نشده اون کتابا. پس برای من خیلی جذاب بود و این اصلا معتاد بعضی اپیزودا رو چند بار گوش میدادم. خب نه اینکه خیلی مثلا بخوام اون اطلاعات حفظ کنم، مثلا همین پروسه گوش دادن این اطلاعات برای من باحال بود، جالب بود، همین فقط اینجوری بهتون بگم. حالا بریم سراغ اصل قضیه. خب پادکست ها هم همینن. حالا چرا تو میگی که پادکست تو با همه پادکست ها فرق میکنه؟ این یکی فرق میکنه چون تو رو تکونت میده. خب پادکست من تو رو تکونت میده، متفاوته چون باعث میشه حرکت کنی، تو رو تبدیل به یک انبار دار اطلاعات اضافی و مزخرف و به درد نخور نمیکنه. الان من اگه اینجا من برای شما 9 دقیقه صحبت کردم تقریبا، خب تو این 9 دقیقه آگاه سازی کردم، اطلاعات مفید بهتون دادم که آگاه باشید. از فردا اگر رفتی توی اینستاگرام حرف من یادت بیفته، اینستاگرام تو ببندی. اگه به خودت اومدی دیدی داری همینجوری ریلای چرت و پرت پشت سر هم میبینی، حرف من یادت بیفته، یهو از این ریل بیا، از این چرخه بیای بیرون. خب حالا تو فکر کن توی 9 دقیقه من میمدم برات صحبت میکردم از این که اسمم چیه، رشتم چیه، هدفم چیه، فلان فلان فلان، دیتای بیهوده. دنبال دیتای مفید بگردید. شما توی صفحه های اینستاگرام یا مثلا حالا اکانت توییتر یا اکانت تلگرامتون باید فقط دنبال چیزایی باشید که براتون مفیده. این یک، دنبال چیزایی باشید که براتون مفیده. 2، خیلی این دو مهمه. تو همین اپیزود اول، تو همین 10 دقیقه اول دارم اطلاعات خیلی مفیدی بهتون میدم. اینو نه بهتون تو همون اینستاگرام یاد میدن، نه تو همون یوتیوب یاد میدن، نه تو هیچ جای دیگه.
نه تو مدرسه، نه تو خونه، نه خانواده. تا خانواده که خیلی میگن چرا سرت تو گوشیه، همیشه خب این چالش رو ما داریم ولی دلیلش رو نمیگن بهمون. البته اونا از روی غرض ورزی حرف میزنن، یعنی چون خودشون اینجوری نبودن از روی غرض دارن صحبت میکنن. ولی منی که دارم با شما صحبت میکنم، من خودم از این دیوایس ها دارم استفاده میکنم و باز هم دارم به شما میگم که این راهش نیست، این اوکی نیست این وضعیت. یعنی من خودم یک یوزر هستم و دارم از جایگاه شما به قضیه نگاه میکنم. هر چیزی که به درد شما نخوره باید حذف بشه، نباید ظرفیت ذهن شما رو بگیره. دوستان اون همه پیج چرت و پرتی که فالو کردی، اون همه صفحه آتاشخالی که فالو کردی، حالا هر چیزی هست، اصلا محتوای اروتیک داره، محتوای فان داره، محتوای نمیدونم همینجوری چون خوشگله چون فلانه داره، اگه به دردت نمیخوره داری ظرفیت ذهنتو فقط با آتاشخال پر میکنی. خب فقط با چرت و پرت. حالا من همه اینا رو ببین، این یک پیشنمایش بود از پادکست ما، از هدف من چی از پادکست؟ حالا اینجا بذار بهت بگم. هدف من ساخت یک کامیونیتی خفنه، یک کامیونیتی خفن ایرانی، خب پربار، خیلی خفن، که به هم کمک کنیم، با هم رشد کنیم، از این وضعیتی که توش هستیم بیایم بیرون، یک گام رو به جلو. حالا این کامیونیتی همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 0 یوزر داره، چون الان من فقط دارم ضبط میکنم، هنوز پابلیک نکردم. نمیدونم قرار این 0 به چه عددی تبدیل بشه مثلا 10 نفر، 5 نفر، بشه 1000 نفر، بشه هر چقدر، من نمیدونم. ولی همون کامیونیتی خفن ساخته بشه، حتی شده با 2 نفر، یعنی من و 1 نفر دیگه، که اون 1 نفر دیگه رو من بالاخره از هشتگ ها و سرچ ها یا اصلا از دوستانم میسازم. پس این هدف من شد. اینم از این که چرا این پادکست متفاوته. در مورد ظرفیت ذهن باهات حرف زدم. خوب به حرفای امشب من گوش کن، چون توی اپیزودهای آینده من این موضوع رو باز میکنم واسط، مفصل در مورد این موضوع باهات صحبت میکنم و تکونت میدم به معنای واقعی کلمه. یه چیزم بگم، تعارف با کسی ندارم. اگه احساس میکنی ممکنه به یه سری چیزا بر بخوره، اپیزودهای بعدی رو نبین، چون ممکنه واقعا بهت بر بخوره. خب من روک حرفمو میزنم، اینو بهت بگم. حالا من این اپیزود میخواستم بذارمش اپیزود 0، ولی از اونجایی که قسمت بندی این پادکست چی گفتم، قسمت بندی پادکست ها به عهده نرم افزاره و چیزی با اسم اپیزود 0 نداره، من اسم این اپیزود میذارم اپیزود 1. توی قسمت آینده‌ای که قرار داشته باشیم که به اصطلاح میشه اپیزود 2، من از بیس میخوام شروع کنم. نوشتن خیلی پایه‌ایه، خیلی مهمه. یه مقدمه خیلی کوچیک فقط میگم، چون برای این اپیزود احساس میکنم کافیه و بیشتر صحبت نکنیم. اجازه بدیم که اپیزودهای بعدی رو داشته باشیم. خیلی هم دوست ندارم که تایم اپیزودامون طولانی باشه. یه مقدمه خیلی خیلی کوچیک فقط میگم. انسان میره مدرسه که نوشتن رو یاد بگیره و خوندن رو، و تقریبا از 5 ابتدایی به بعد دیگه چیزی به اسم دیکته نداریم. تقریبا فکر کنم از همون 5 ابتدایی به بعد چیزی به اسم انشا نداریم و این دوتا فراموش میشه. یعنی نوشتن فراموش میشه مگر به اجبار، یعنی مگر در امتحانی باشد، مگر در جایی باشد، نامه‌ای باشد. خصوصا الان توی وقتی که آدم دیگه از دبیرستان خارج میشه میره دانشگاه و حتی خیلی خوب دانشگاه نمیرن، دیگه نوشتن فراموش میشه. دلیلی که انسان به خاطرش رفته مدرسه دیگه فراموش میشه. این اتفاق دیگه نمیفته و آدما همه چیشون میشه گوشی، یعنی هر اطلاعاتی بخوام بزنن تو گوشیاشون میزنن. من مخالف تکنولوژی نیستم دوستان، ولی
موافق سرسخت آنالوگم. یعنی میگم وقتی که ما تو این دنیا از موقعی که صبح که بیدار میشیم تا شب قبل خواب همش داریم با گوشیامون کار میکنیم، به نظر من خیلی منطقیه که یک سری آدم ها بیان تلاش کنن برای اینکه یک قسمت حتی کوچکی در روز رو بدون این وسایل سر کردن و آنالوگ کار کردن. پس نوشتن خیلی مهمه. جادو میکنه نوشتن. همون چیزی که تو نداری که به اون ایدئال ذهنت برسی نوشتنه. اگر بنویسی مشکلاتت هم حل میشه. اصلا میگم بنویس که اتفاق بیفتد. نوشتن جادو میکنه. ذهنتون آروم میکنه. یه مدیتیشن، شما رو از وسایل الکترونیکیتون دور میکنه. یه مقداری دوپامین واقعی توتون ترشح میکنه. در مورد همه صحبت میکنم. دوپامین صحبت میکنم مفصل. در مورد ورزش صحبت میکنم مفصل. ولی قبل همه اینها در مورد نوشتن میخوام صحبت میکنم که چرا انقدر نوشتن مهمه، چرا انقدر در مورد نوشتن دارم صحبت در واقع اصرار میکنم و امیدوارم که توی اپیزودهای بعدی ببینمتون. این اپیزود 1 با تمام کمی‌ها و کاستیاش، با تمام توپقایی که زدم، هیچ کدومشون رو ادیت نمی‌کنم، همشون رو میذارم بمونه که به تو یاد بدم. باید اون کاری که تو ذهنت هست رو شروع کنی و انجامش بدی و نباید بگی که هی بذارم به بهترین حالت ممکن برسه، بعد توپق زدم از اول خراب کردم نمیشه پس ولش کن، برنامه رو ببندم بگم برم فردا شب ضبط کنم. من همین اپیزودو همین جوری میذارم که تو بفهمی. فقط مهم اینه شروع کنی، نه اینکه در بهترین حالت خودش باشه. امیدوارم که شب و روزگار خوشی داشته باشی. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.